سنگین ترین مجازاتی که خدایان یونان باستان می توانستند برای سیزیف در نظر بگیرند این بود که تا ابد کار بیهوده ای را انجام دهد. سیزیف محکوم شده بود تا تخت سنگی را از شیب تندی بالا ببرد. مدت‌ها گذشت و سیزیف در تمام این مدت مشغول بالا بردن تخت سنگ از سربالای تند بود، اما تا به بالای بلندی می رسید تخت سنگ می غلتید و به پایین دره می افتاد. خدایان یونان فراموش کرده بودند که تخت سنگ بر اثر مرور زمان و ضربه دچار فرسایش می شود. در 100 سال اول لبه های تیزی که دست های سیزیف را بریده و زخمی کرده بود صاف شد. در 500 سال بعدی پستی و بلندی های سنگ به قدری صیقلی شد که سیزیف تخت سنگ را قل می داد و بالا می برد. در 1000 سال بعد تخت سنگ کوچک و کوچکتر شد و شیب هموار و هموارتر. این روزها سیزیف تکه سنگ ریزی را که روزگاری صخره‌ای بود به همراه قرص‌های مسکن و کارت‌های اعتباریش در کیفی می‌گذارد و با خود می‌برد. صبح سوار آسانسور می‌شود و به طبقه 28 ساختمان دفترش می‌رود که محل مجازاتش به حساب می‌آید. بعد از ظهرها دوباره به پایین برمیگردد.